اگر میخوای آموزش 0 تا 100 ثبت رایگان نقطه گوگل مپ رو یاد بگیری، ادامه ویدیو رو از دست نده. سلام، شجیعی هستم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. همطور که قبلا بهتون قول داده بودم، امروز اومدم با هم دیگه یک نقطه‌ای توی گوگل مپ ثبت کنیم. وارد گوگل مپ میشیم و حتما آپدیت باشه. روی نقشه مکانی رو که میخوایم ما انتخاب میکنیم. نقشه رو به صورت ماهواره‌ای در میاریم که راحت‌تر بتونیم اونجا رو ببینیم و انتخاب کنیم. انگشتم روی اون نقطه نگه میدارم. ببینید این پایین نوشته پین گذاشته شد. اینو میکشم بالا. گزینه یکی مونده به آخری افزودن یک مکان جا افتاده رو میزنم. افزودن ناو، فیلدها رو پر میکنم. میرم فیلد بعدی. افزودن دسته. بچه ها حتما اینجا رو درست پر کنید. فروشگاه زیورآلات دسته بندیشه. خب بچه ها ببینید این پایین روی نقشه دقیقاً مثل همون کاری که شما اول انجام دادین. اگر میخواین جابجا کنین میتونین نقطه‌تون رو جابجا کنین و تایید رو بزنین. این سوال زیر مربوط به اینه که اگر نقطه شما داخل مکان یا پاساژیه میتونین اینو پر کنین، وگرنه به این کار نداشته باشین. اما من باید پرش کنم. ببینید این پایین بر من آورد که واقع در کجاست. افزودن ساعت کاری که من فعلا پرش نمی کنم، بعدم براتون توضیح میدم. افزودن شماره تلفن، میتونین شماره تلفن مجموعتون رو بزنین یا هم که میتونین همراه بزنین که من همراه میزنم. افزودن وبسایت و تاریخ افتتاح هم فعلا نمیزنم، براتون توضیح میدم. همینطور که گفتم میرم عکس‌ها رو انتخاب میکنم. خب بچه ها من عکسم رو این پایین انتخاب کردم. این فلش بالا سمت چپ رو میزنم. درخواست من برای گوگل ارسال شد. خب ببینید بچه ها، چون من دفعه اوله که این نقطه رو دارم توی گوگل ثبت میکنم با این اکانتم، برای من زده میخوای راهنمای محلی بشی؟ راهنمای محلی شوید رو میزنیم. اینجا شهرتون رو انتخاب میکنین که من مشهد رو انتخاب کردم. این دوتا گزینه رو اوکی میکنیم و شروع رو میزنیم. خب بچه ها اینجا یه پیام تبریک به من داده. من جزء راهنمای محلی گوگل شدم. به شما هم پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدید و به تکمیل شدن نقشه گوگل کمک کنید. حالا من از کجا بفهمم ویرایش‌های من تایید شده یا نشده؟ خب من تو صفحه اصلی میام. این دایره بالا سمت راست یا سمت چپ گوگل مپتونه. این اکانت شماست. نمای شما رو میزنم. این پایین ویرایش ها زده. ببینید تمام ویرایش هایی که شما انجام میدین اینجا همش میاد. الان ویرایش که من انجام دادم تایید شده، نقطه‌ای که گذاشتم ثبت شده و شما هر زمان بخواید میتونید ویرایشاتون رو بیاین اینجا ببینید. اگه یادتون باشه من چند تا فیلد رو خالی گذاشتم، اونم به خاطر اینکه هوش مصنوعی گوگل مپ همه رو جداگانه چک میکنه و این زمان بره برای تایید. ما میایم 4 تا مبحث مهمش و 4 تا فیلد مهمش رو پر میکنیم که اون 4 تا نام، دسته‌بندی، شماره تلفن و افزودن عکسه. بعد از اینکه تایید شد بعد میتونیم بریم ویرایش رو بزنیم و بقیه فیلدها رو پر کنیم. به همین راحتی. برام کامنت کن کی نقطه گوگل مپ رو ثبت کردی. سیو کن، برای دوستات بفرست. کلی دوستتون دارم.